زائرین عزیز دقت بفرمایید، پیشنهاد میکنیم که رومینگ خطهای ایرانی خودتون رو فعال نکنید. خیلی هستن وقتی به مرز عراق میرسن یکم عجله میکنن که اون سمت مرز چطور با عزیزانشون ارتباط بگیرن و سریع میرن سراغ بسته های پیشنهادی خطهای ایرانیشون. مثلا یکی از پیشنهاداتی که دارن 2 گیگ اینترنت با 20 دقیقه مکالمه هست که حدودا میشه 250,000 تومان. ولی سیم کارت هایی که توی کربلا فروش میره مثل آسیاسل یا زین قیمت پایین تری داره. مثلا آسیاسل یه خط رو به شما میده حدودا 5 دینار که میشه 170,000 تومان و 3 گیگ اینترنت داره و وقتی که اینترنت شما هم تموم بشه شما میتونید به صورت رایگان با واتساپ کار کنید، پیاماتون میره و میتونید ارتباط بگیرید. یه نکته مهمتر اینه که شما اگر رومینگ خطهای دائمی خودتون رو که ایرانی هستن رو فعال کنید، اگر حالا اینترنتتون تموم شه یا مکالمتون تموم شه هزینه‌های اضافی رو براتون داره که شما زیاد ازش اطلاعات ندارین و بعدا میبینید رو قبضتون اومده.